بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. شان محمود جان، از شما خواهش دارم در همین سوال من جواب. در حالی که در صف باشید مقدار بین پا اگر از 4 انگشت زیاد شود مکروه است یا هیچ گپ ندارد؟ در آخر عمر دراز پربرکت براش. خوب دادری عزیز، مسئله ما بارها گفتگی هستیم. فاصله بین قدم ها در حالت نماز این حد اقلش 4 است. از 4 کمشه فقهای ما مثلا نهی میکنند، از 4 کمشه، ولی از 4 زیادش باقی ندارد. خلاصه در حالت قیام پاها بنابراین بهترش در حالت اعتدال استند. رعایت کردن اون 4 انگشت فاصله بین قدم ها او یه عمل مستحب است. او واجب نیست که حتما ما باید دستامون و انگشتامون رو بین پامون بونیم و اندازه رو معین کنیم بعد از آن الله اکبر گویم نماز شروع بکنیم. او یه عمل مستحب است. از او کلان شود باقی نداره. اما از او کم بعضی ها پاها را که عقید پاها را کف پاها را به هم دیگر میچسبانند، این نوع صف گرفتنشه البته نهی است. ولی بعضی آدم ها هم قسط نماز میخوانند اما از او بالاترش باقی نداره. بهترش همه حالت اعتدال را نگاه دارید. همه حالتی که شما در کوچه راست بیستید پاهاتان چی مقدار است، حالت نماز هم باید همه قسم باشد.